ریاست‌های عزیز، از فردا همه آزادن، فری ریاستی، هر کاری دلتون میخواد با این مصاحبه کن، با اون حرف بزن، با اون چی چه بود، حمله کن، حمله نکن، لازم نداره. گفتیم به کیا بکنی حمله، به کیا نکنی، اینا گفتیم اصلا. ولی آزادی، حتی اگه میخواد دنیا میتونید بکنید با هوش خودتون. یوتیوب میخوایم بریم بسازیم که ساختیم، صفحاتتون رو بسازیم، تلگرام، حالا تیک تاک، همه جا سوشال مدیا ها برنامه سازی کنید. من این کاری که میتونیم، هر کاری دلت میخواد میتونید بکنید، تا برید توی اسپیس های دیگران حرف بزنید و حرف نزنی. هر کاری میخوای بکنی با هوش خودت انجام میدی. تنها کاری که ریاست‌ها نمیتوانن بکنن دادن فراخوان به ریاست‌ها است. فراخوان به ریاست‌ها فقط مخصوص لیدر ریاست است. خیلی ممنون که این برنامه رو گوش کردید و از اینکه قدم رنجه فرمودید به داخل تکبیر سپاسگزارم. به قول دوستان اسپاس. بدرود.